تهران شهر زامبیا. تحقیقات جهانی میگه فقط یه زامبی میتونه در شهری که بنزین و لنت ترمزش گاز سمی منتشر میکنه، لبنیاتش پالم داره و نیترات تو مواد غذایی هست و خودروش بیکیفیت، زنده بمونه. این نشون میده ما ایرانی‌ها چقدر قوی هستیم. اگر مرحوم مندلی، ببخش مندلیوف، زنده می بود حتما چند تا عنصر ناب از هوای سیانوری خردلی شیمیایی تهران به جدولش اضافه میکرد. جالبه فقط مقاطع ابتدایی رو تعدیل میکنن. انگار ماها آبشوش داریم و ریمون فیلتر داره. حالا میگن خوردن یک لیوان شیر در هوای آلوده جواب، اما چون شیرمون هم پالم داره اوضاع رو بدتر میکنه، دانشمندان میگن بجاش یک لیوان شیر نارگیل بخورید. اگرچه هیچ تأثیری تو محافظت شما در مقابل آلودگی هوا نداره، اما با کلاس شیر نارگیل تو بخور. شدیم جاذبه توریستی واسه دنیا. مردم کشورهای پیشرفته جهان که خوشی زده زیر دلشون خودکشی میخوان بکنن، میان تهران یه روز قدم میزنن، شب تو هتلشون بدون درد و خونریزی میمیرن. نگاه به خودت نکن پوست کلوف شدی. چطوری پوست کلوف؟